کار کردن، چیزی که ما هر روز به خاطرش جر میخوریم و کلی سختی میکشیم تا 2 قرون پول در بیاریم. یعنی دست به هر کاری که نمیزنیم، ولی خب خیلی دوست دارن با کمترین زحمت بیشترین پول رو در بیارن. ولی میدونستین تو دنیا یه سری کارهای وجود داره که با کمترین زحمت بیشترین پول رو در میارن؟ در این ویدیو قراره 8 تا از عجیب ترین شغلای جهان رو به شما معرفی کنم که اگر بیکارین یا نمیدونید که تو آینده چه کاره بشید، بتونید شغل مد نظر خودتون رو پیدا کنید. قبل شروع ویدیو اگه شما هم به این دسته از ویدیوها علاقه دارین، حتما کانال آریفکت رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما با خبر میشید. خب بریم سراغ ویدیو. اولین شغل روانشناسی حیواناته که یعنی از صبح تا شب میشینین پای درد دل و غم و غصه های پیشه‌ها و هاپوها. این حیوانات هم که به شما مراجعه میکنن، هر کدومشون مشکلات و چالش‌های خاص خودشونو دارن که بعد کلی تحقیق به شما پناه میارن. بله، مثلا یکی صاحبش غذا بهش کم میده، یکی دیگه عاشق شده، یکی دیگه رفته بوده جایی اتفاقی مامان شده و از این دسته مشکلات. واقعا یکی باید به داد این حیوانات مظلوم برسه. تنها سختیش اینه که اگه کارتون رو درست انجام ندین، یا گازت میگیرن یا با پنجه چون صورت قشنگیت رو نقاشی میکنن. به نظر من ارزششو داره. من که همین شغل روانشناسی حیوانات رو انتخاب میکنم، چون که با حیوانات و جک و جونورها خوب میتونم ارتباط بگیرم. شما چطور؟ حتما تو کامنت بگین. دومین شغل خوراک ما ایرانی هاست و قدمت چند صد هزار ساله داره. یعنی خارجی ها دارن ادای ما رو در میارن. این شغل صف کشیه. مثلا شما رو میذارن تو صف نونوایی تا مردم رو درست به صف بکشید. همه تو جای درستشون به نوبت ایستاده باشن. حواستون باشه که یه موقعی کسی برای فامیلاش جا نگیره. دیگه بالاخره مردم دارن زحمت میکشن. اگرم سوالی چیزی داشتن باید به بهترین شکل ممکن جواب بدی. شایدم اون اطرافی دعوایی هم پیش بیاد و این وظیفه تو هستش که بری جلو و خشونت رو کم کنی. ولی نگران نباش، حقوق این کار 900 میلیونه. بیمه هم داشته باشی همه چی اوکیه. تا بعد گذشت 24 ساعت تا 2 تا نون بربره داغ کنجدیشونو بگیرن و کوفت نه ببخشید نوش جان کنن. اما افراد در خارج تو صف کنسرت ها خدمت میکنن و یا صف جدیدترین گوشی آیفون و غیره. ولی ما به صف نونوای مناطق محروم هم راضیم. خدا بده برکت. سومین شغل مخصوص کسایی که تا لنگ ظهر میخوابن. اسم این شغل گرم کننده تخته. فکر کن گیره یه آدمی افتادی که حتی تخم میذاره ازش طلا میزنه بیرون. یعنی همین قدر پولدار. اینا یه نفر رو استخدام میکنن به نام گرم کننده تخت. بعد وقتی میخوان از سر کار برگردن، زنگ میزنن به کسی که استخدام کردن. بعد میگن جعفر برو رو تخت بخواب، من الان میام. جعفر جونم که از خود خواسته میره رو تخت و پتو رو خودش میکشه تا حسابی دوشک و بالشت گرم بشن. در آخرم آقای گرم کننده تخت وقتی صاحب کارش میاد از جاش بلند میشه و میگه بفرما. این شما و این تخت گرم شده. فقط باید نمک و فلفل هم بهش اضافه کنید تا خوشمزه بشه. حالا شاید براتون سوال باشه که تو خارج با این همه امکانات نمیتونن یه بخاری برقی بگیرن؟ والا تا جایی که من اطلاع دارم تو خارج انگار هزینه برق از هزینه آقای گرم کننده تخت کمتره. از نظر خودشون هم این بهترین روشه. چهارمین شغل مخصوص کسایی که مثل مجسمه وای میسن و هیچ مشکلی با این کارشون ندارن. علاوه بر این باید علاقه هم داشته باشی. قیافه هم ملاک مهمی و باید یه استایل مشتی برای خودت بسازی. در آخرم صبر زیاد باید داشته باشی. چرا؟ چون که با این شغل باید روزی 5 تا 10 ساعت بدون اینکه تکون بخوری سر جات واسی و یک کلمه هم حرف نزنی. اسم این شغل مانکن زنده است. البته این شغل خیلی سخته و نیاز به استعداد بالایی داره و خب بستگی داره که بخوان توش صنفی ازتون استفاده کنن. مثلا لباس بلند عربی خیلی سختی نیست، اگه تکون بخورین کسی نمیفهمه. ولی لباس خواب و این مخلفات بسیار سخته. ممکنه اسرائیل بیاد پیش شما و یه بای بای هم بکنه. شاید عجیب به نظر برسه، اما شغل مانکن زنده خیلی طرفدار داره و آدمای زیادی میرن سراغ این کار تا بتونن خرج خودشونو بدن. به نظر من میارزه که جونمون رو براش فدا کنیم. فقط یه جوریه ها، مثلا داره میره بیرون، بعد مامانت ازت میپرسه که داری کجا میری، بعد تو میگی دارم میرم پشت ویترین. یه احساس بدی به آدم دست میده. میدونید شخصیت آدمو میاره پایین. پنجمین شغل مهمون عروسی تقلبیه که برای حضور در هر عروسی بهتون کت و شلوار میدن، شام میدن، نوشیدنی، ژله و غیره. آخر شبم که قشنگ شکمتون پر شد و دیگه جا نداشتین، 18 میلیون پول نون میذارن تو جیبتون. تا برین کیف کنین. خیلی از عروس دامادا هستن که فامیل ندارن، یعنی دارن ولی خب ترجیح نمیدن که فامیلاشون رو دعوت کنن، پس مهمون فیک سفارش میدن تا بیان وسط و مجلس رو گرم کنن. دیگه چی از این بهتر ها؟
ششمین شغل بازرس چیپسه. متوجه شدی این بازرس چیپس؟ مگه بهتر از این شغل داری مثلا؟ فکر کن هر روز یه کاسه چیپس با طعمای مختلف بذاره جلوتو بگه بخورش، بعد تو میگه مثلا یکم ترشتر باشه، یا اون خامه، این تنده، اون یکی سرش کج شده و اون یکی فلانه و از این حرفا. بعد به خاطر همین چرت و پرتایی که میگی سالی 4 میلیارد و 500 میلیون تومن میاد تو جیبت. واقعا خارجی ها چه شغلایی دارن ها.